چطوری با هزینه خیلی کم از فروشگاه DM بتونیم یه صفحه رو پرینت بگیریم. خب وارد DM میشیم. اینجا یه تعداد کامپیوتر گذاشتن که میتونیم بیایم مدرکمون رو با هزینه خیلی کم پرینت بگیریم. اولین صفحه که برامون باز میکنه این صفحه است. کپی سرویس رو میزنیم. اینجا میتونید داکیومنتتون اسکن کنید یا پرینت کنید. قسمت وسطی رو میزنیم. از 10 سنت برگه 10 سنت میشه، نیاز نیست بیرون 50 سنت یا 1 یورو بدیم واسه برگه. نمیزنیم. بعد ما مثلا اینجا داریم با اسمارت فون یا تو دیسک USB یا هر چیز دیگه. ما چون تو گوشیمونه راحت ترین گزینه اینه که از رو گوشیتون بتونید پرینت بگیرید. اینجا دوباره یه وایفای میزنیم. بعد با گوشیمون اینجا این QR کد رو اسکن میکنیم. در بیندونگ رو میزنیم. اتصال 5-6 ثانیه طول میکشه تا وارد سیستم شیم. اینجا وارد سیستم که شدیم دوباره باید خودش هم نوشته 2 از 2 یعنی صفحه 2 دوباره باید اسکن کنیم. اینو اینجا که اسکن میکنیم میریم رو اضافه کردن مدرک. بعد اینجا تو یا میتونید از تو گالری گوشیتون عکس رو انتخاب کنید یا مدرک رو، یا میتونید خودتون همون لحظه ازش عکس بگیرین، یا میتونید از قسمت فولدرتون فایل PDF یا هر چی دارین انتخاب کنید که ما الان میخوایم یه عکس رو اضافه کنیم که پرینتش کنیم. بعد اون بالا اضافه میکنیم. بعد اینجا میاد که اینجا بهتون میگه که باید یه کدی اینجا وارد کنید. 69 62 اینجا کد eingeben 69 62 اوکی میکنیم. خب الان میریم روش مدرک رو انتخاب میکنیم. این مدرکی که ما میخوایم پرینت کنیم. از اون بالا گزینه وایتر رو میزنیم که بره جلو و تمام. گزینه بعد اینجا زده یتس کافن یعنی الان میخریمش. خرید رو انجام میدیم. اینجا باید یه رسید اینجا یه رسید بهتون میده، میبرین کاسه. الان رسید رو به ما میده. بونو براتون اینجاست 772 میبرید صندوق. اینو پرداخت میکنی. اینجا نوشته 10 سنت پرداخت میکنی. میای اینجا از این قسمت که یه دونه میت آربایت داره، یه کارمند اینجا وای میسته که این فیشو بهش، فیش پرداختی که اونجا برات استامپ کردن، این فیشو بهش میدی و برگت رو تحویل میگیری. به همین راحتی.